بعضی از احادیث و آیاتی که در باب صفات ذکر شده هستند. می‌فرماید فمما جاء من آیات صفات قول الله تعالی و آنچه که آمده است در بیان صفات الله سبحانه و تعالی از قول الله سبحانه و تعالی و یبقى وجه ربک، یعنی که باقی میماند چهره پروردگار در سوره رحمان آیه 27. از جمله آن چیزی که در آیات‌های صفات آمده است این قول الله سبحانه و تعالی است و یبقى وجه ربک و روی پروردگارت باقی میماند و یبقى وجه ربک و همچنین قول الله سبحانه و تعالی بل یداه مبسوطتان، بلکه دو دست او پروردگار باز است، اثبات صفت دو دست در سوره مائده آیه 64. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، از این کلمه از این سخن از زبان عیسی علیه السلام میبرید که تو میدانی آن چی که در نفس من در وجود من است، اثبات صفت نفس، و من نمیدونم آنچه که در وجود تو در نفس تو هست. و جاء ربک در سوره فجر آیه 22 و پروردگارت به هنگامی که می آید آمدن مجی گفتیم، اثبات صفت آمدن الله مجی الله. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی هل ينظرون الا ان یاتیهم الله، صفت آمدن، آیا آنها منتظر چیزی هستند جز آن که الله برایشان بیاید، به نزد آنها بیاید الله. و همچنین اثبات صفت رضا رضی الله عنهم و رضوا عنه در سوره مائده آیه 19. الله از آنها راضی شد، صفت رضای الله سبحانه و تعالی، و آنها از الله راضی شدند صحابگان کرام. و یحبهم و یحبونه، صفت دوست داشتن، محبت، او آنها را دوست داشت و آنها نیز الله سبحانه و تعالی را دوست داشتند، سوره مائده آیه 54. و غضب الله علیهم، صفت غضب، الله بر آنها خشم کرد، غضب کرد. و تبعوا ما اسخط الله، آنها از آن چیزی که پیروی کردن الله بر آنها خشم کرد. کره الله بعثهم، الله از بیرون رفتن آنها ناراضی شدن در سوره توبه آیه 6. پس این صفتهای الله را بیان میکند. همین آیاتی که تلاوت نمودیم که مسلمانان آنها را به طریقی که شایسته جلالت و عظمت او هست قبول میکنند، به تشبیه. ابن قدامه گفته است به تشبیه، بدون تشبیه، بدون کیفیت، که از اصول اهل سنت در فهم این صفتهای الهی سبحانه و تعالی است.